همه میدونیم برای جوشکاری فولادهای کربنی لوله ها فیتینگ ها مثل A105 A106 برای اتصال دائم به روش جوشکاری از فیلر متال 70S6 برای پاس ریشه و الکترود 718 برای پاسهای بعدی استفاده میشه. سوال پیش میاد که آیا میشه ما به جای فیلر متال 70S6 بیایم از الکترود 60 استفاده کنیم؟ پاسخ بله هست. الکترود 60 به دلیل اینکه یک الکترود سلولوزی هستش، پوشش سلولوزی داره و خب نفوذپذیری خوبی داره و میتونه ریشه اتصال رو برای ما بدون عیب LOF LOP اتصال دائم بده. همونطور که میبینید میشه پس با الکترود 60 کار جوشکاری رو انجام داد و بعدش برای پاسهای بعدی برای پرکنی فیلینگ از الکترود 718 استفاده کنیم. جالبه بدونید که وقتی تست کشش و خمش هم گرفتن از نمونه مورد نظر توی تصویر میبینید کاملا پاسخ گرفته شد که موردی نداره، یعنی PQR ما اوکی بود و WPS رو به تایید رسوند. اما اینکه چرا با اینکه ما میتونیم این روش رو انجام بدیم ولی توی صنعت مرسوم نیست، این کار رو انجام نمیدن، یعنی نمیان از الکترود 60 معمولا استفاده کنن برای جوشکاری و عمدتا میان از فیلر متال 70S6 استفاده میکنن، کلمه چرا رو برام بفرسته.